سلام دوستان نهایت گرامی، خیلی خوش آمدید به کانال خودتان، کانال انگلیسی انگلیش وید همدرد. در این کانال میخوایم برای شما امروز یک ویدیو بسیار جذاب، یک نکته بسیار جذاب تلفظی رو براتون بیان بکنم که برای شما کمک خواهد کرد تا تلفظتان زیباتر بسازید. نکته تلفظی مهمی که امروز میخوایم براتون بیان بکنم است که هرگاه ما و شما دو تا لغت داشته باشیم که کلمه اول ما و شما با حروفی تی ختم شود، کلمه دوم ما و شما با حروف وای شروع شود، یعنی صدای ت و صدای ی با هم دیگر ترکیب میشه، یک صدای جدید رو تشکیل میده. یک صدای چی هست؟ چه هست. مثل don't you میشه don't you، haven't you میشه haven't you و امثال اینها. مثلا مثال داشته باشیم میتونیم بگیم که haven't you done your homework yet. بعد در نکته دوم که هست میخوام براتون بگم که اگر کلمه اول ماشون با حروف دی ختم شود و کلمه دوم ماشون با حروف وای شروع شود، در این صورت ما شما صدای د و صدای ی رو با هم دیگر ترکیب کرده یک صدای جدید تشکیل میدیم. اون صدای چی هست؟ صدای جی هست. مثلا مثال داشته باشیم did you میشه did you، could you میشه could you، would you میشه would you و اینا تلفظات خیلی نکته های بسیار مهمی تلفظی هست که برای شما کمک خواهد کرد تا انگلیسیتان تلفظتان و همین خود اکسنتتان قشنگتر بسازید. و برای ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب نموده، کلیک زنگوله را فشار بدید.